عطر میستیور یکی از معروفترین عطرهای دیوره، اما اگر داستان پشتشو بفهمین مطمئنم اصالت خیلی بیشتری واسهتون پیدا میکنه این عطر. از اونجایی هم که سفیر این عطر ناتالی پورتمنه، قطعا یا به گوشتون خورده یا حتما یکی دوتاشو داشتی. داستان برند دیور یه دونه شاخه فرعی هم داره که برای خود من خیلی جذاب بود و حتما میخوام برای شما هم تعریفش کنم که مربوط میشه به خواهر کریستیان دیور که یکی از مدالای افتخار بعد از جنگ جهانی دومو از دولت فرانسه گرفته. تو شهر گرنویل فرانسه یه خانواده نسبتاً بزرگی زندگی میکردن. آقا و خانم دیور با 5 تا فرزندشون. کریستیان بچه دوم بود. یه خونه خیلی بزرگ و خوشگلی داشتن اونجا که الان شده موزه دیور. الکساندر دیور پدر کریستیان یه آقای خیلی ثروتمندی بود، صاحب کارخونه کود بود. کریستیان وقتی 5 سالش میشه آخرین بچه خانواده کاترین به دنیا میاد. این موقع خونه که توی گرنویل داشتن دیگه خونه دومشون حساب میشد، چون که دیگه وقتی که کاترین به دنیا میاد خانوادگی کلا نقل مکان میکنن به پاریس. هم توی خونه که تو گرنویل داشتن هم تو خونه پاریسشون یه باغچه و یه باغ خیلی خوشگل و بزرگ داشتن که کار مامانشون بود. مامانشون عاشق باغبونی و گل و گیاه بود و بچه‌هاش هم خصوصا کریستیان و کاترین با همدیگه ساعت‌ها توی اون باغ وقت میگذروندن. کار کردن مامانشون رو نگاه میکردن، بازی میکردن و اون فضا، اون بویی که اونجا پیچیده بود تا آخر عمرشون به یادشون موند و ما الان میتونیم عطر میستیور رو وقتی بو میکنیم دقیقاً اون حال و هوای باغ مامان کریستیان رو ببینیم چه جوری بوده. این فضای گل و گیاه توی کار کریستیان خیلی تاثیر میذاره. توی طراحیاش هم میتونیم ببینیم که مثلا از گل و برگ و گیاه چقدر استفاده کرده و ایده گرفته. خانواده کریستیان امید داشتن که پسرشون وارد دنیای سیاست بشه، مثلا دیپلمات بشه. ولی خود کریستیان نه، خیلی به هنر علاقه داشت و یکی از رویاهاش این بود که یه معمار بشه. ولی موقعی که دانشگاه میرسه یه ذره زور خانواده‌اش بهش میچربه و میفرستنش دانشگاه رشته علوم سیاسی میخونه. ولی وقتی 1928 از دانشگاه فارغ التحصیل میشه از باباش میگه که بابا به من یه سرمایه بده، من میخوام گالری بزنم توی پاریس. باباش هم بعد از کلی کلنجار رفتن و اینا واسش پولی نبود واقعا که بخواد هزینه‌شو بده. ولی بعد از کلی کلنجار رفتن و اینا میگه اوکی این پول من به تو میدم، تو برو گالری تو بزن، ولی حق نداری از اسم خانوادگی دیور استفاده کنی. کریستیان انقدر تو کار گالریش موفق پیش میره که توی همون سالهای اولیه توی نمایشگاهش آثاری از پابلو پیکاسو، ژان کوکتو، جورج براک و یکی دیگه هم بود مکس جیکوب، از این هنرمندایی که هم اون دوره و هم الان میتونیم توی تاریخ هنر بخونیم راجبشون، اونجا نمایشگاه گذاشته بودن و با خود کریستیان ارتباط خیلی نزدیکی برقرار میکنن. این دوره رو حالا نمیدونم اون روز دوستم میگفتش که اروپایی‌ها چون فقط خودشون آدم حساب میکنن اینجوری میگن، ولی دقیقاً قبل از جنگ جهانی دومو میگن که بشر توی اوج خودش بوده، اوج پیشرفت، اوج همه چی. اگه نگاه هم کنیم دقیقاً این دوره‌ایه که مثلا توی هنرمنده خیلی خفنی که سبکای جدید آوردن، کارهای جدید کردن، دقیقاً تو همین دورن. توی ادبیات هم داریم نویسنده ها. ولی هم جنگ میزنه، هم قبلتر از اون سال 1931 یه رکود شدید اقتصادی کل جهانو میگیره. این اتفاق که به رکود بزرگ یا Great Depression هم معروفه از آمریکا شروع میشه. 4 سپتامبر 1929 ارزش سهام یهو میاد پایین و دیگه سهام نابود میشه تو آمریکا و به مرور به کل دنیا هم منتقل میشه این قضیه و تا سال 1939 ادامه پیدا میکنه، دقیقاً قبل از شروع جنگ جهانی دوم. خیلی ها کارشون رو از دست میدن. بابای کریستیان الکساندر دیور کارخونش نابود میشه، ورشکسته میشه. خود کریستیان گفتم مجبور میشه گالریشو ببنده 2 سال بعد از اینکه شروع میشه. حالا همه این اتفاقا داره میفته. از اون طرف خود کریستیان خیلی آدم خرافاتی بود. رمال داشتش که تون میرفت پیشش، براش پاسور باز میکرد
تاروت باز میکرد واسش میخوند، پیش بینی میکرد براش. یه روز توی خونه گرنویلشون که دیگه داشتن اساس میبردن و میآوردن، تقریبا پذیرایی خالی بود. لحظه آخر آینه میفته میشکنه و کریستیان اعتقاد داره که از همون لحظه‌ای که اون آینه تو خونمون افتاد و شکست، زندگی ما هم سیاه شد. به خاطر اینکه خیلی نمیگذره که یکی از برادراش میفته مریض میشه، مریضی لاعلاج. مامانشونم از درد و غم این که بچهش مریض شده زودتر از بچهش دق میکنه و میمیره. یه برادر دیگه‌ش هم برنارد میره عضو یه مؤسسه‌ای میشه که به اونجا تعهد میده که من تا آخر زندگیم همینجا زندگی میکنم. خانواده پاچید دیگه کلاً. بابایی که ورشکست شده قطعاً حال خوبی نداره، مامانه فوت شده، برادر بزرگ مریضه، یکی دیگه از برادراشون هم رفته سی خودش، ازم معلوم نیست کجاست. یه دونه کریستیان میمونه که از همه بزرگتره، یه دونه بچه کوچولو کاترین و یه خواهر دیگه‌شون. وظیفش بود که از خواهر برادرش مراقبت کنه. از پاریس نقل مکان میکنن به یه شهر دیگه به اسم کالیان اگه اشتباه نگم، که اونجا اصلا مرکز و جاییه که گل و گیاه پرورش میدن برای صنعت عطرسازی فرانسه. توی این شهره که کریستیان شروع میکنه به طراحی کردن و از طراحی شروع میکنه یهو فرمای بدن میکشه، مثلا لباس طراحی میکنه و انقدر این کار انجام میده و دستش تند میشه که یکی از دوستاش میبینه، میگه که تو خیلی کارت خفنه، بیا طرحاتو بفروش به این خانه‌های مد. اینجا نقطه‌ایه که کریستیان وارد دنیای مد میشه، به خاطر اینکه طرحاش خیلی زود قابل قبول میشه. از کالیان دوباره میره به پاریس و واسه یه روزنامه‌ای شروع میکنه کلاه طراحی کردن. با این کار قشنگ داشت امرار معاش میکرد، میتونست واسه خانواده‌ش هم پول بفرسته توی شهر کالیان که بودن. تا اینکه یه دونه مجله خیلی خفن تصویرگری بهش پیشنهاد کار میده. 1935 کریستیان یه شغل خیلی خوب داره. یه سال که میگذره، سال 36، کاترین هم پا میشه میاد پاریس پیش داداشش زندگی کنه. اونم اونجا توی پاریس یه دونه بوتیک همون نزدیک جایی که داداشش هست کارگیر میاره و شروع میکنه به کار. رابرت پیکه که یکی از کوتوریرهای خیلی معروف و خفن پاریسی بود، استعداد کریستیان رو کشف میکنه. اینو تو پرانتز بگم که کوتور تا اونجایی که من فهمیدم، چون خودم هم نمیفهمیدم، همیشه برام سوال بود چیه، به بالاترین سطح کیفیتی که یه دوخت و پارچه داشته باشه تو لباس و اون لباس رو میگن کوتور. خلاصه رابرت پیکه کریستیان رو به عنوان دستیار خودش انتخاب میکنه. توی این مدت فرصت همکاری توی 3 کالکشن رو با رابرت پیکه داره و نظری که خودش راجع به این آدم داره اینه: رابرت پیکه به من فضیلت‌های سادگی رو آموخت که از طریق اون ظرافت واقعی باید حاصل بشه. یه لباسی هم برای کالکشن پیکه طراحی کرده که به قهوه انگلیسی معروفه. یکی از به یاد موندنی ترین طرح‌های کریستیانه که به اسم رابرت پیکه دوخته شده. 2 از شخصای دیگه‌ای که کریستیان این دوره باشون فرصت همکاری داره، یکی پیر بالمانه و اون یکی بوهان، مارک بوهان. تا سال 1939 که جنگ شروع میشه و همه کسب و کارا تعطیل میشه و از اون طرف هم کریستیان خونده میشه که بپیونده به ارتش و میره جنوب فرانسه تا خدمت کنه. کاترین خواهر کوچیکم خب داداشش که نبود، چی کار کنه؟ برمیگرده به کالیان. وقتی برمیگرده اونجا شروع میکنه سبزیجات کاشتن. سعی کرده بود که اون منابعی که توی جنگ تموم شده بود، ناقص شده بود و میدونی جنگ زدگی شده بود، مثلا تا حدودی جبران کنه که واقعا تونسته بود خانواده‌شون رو با همین کار نجات بده. تا 14 جون 1940 که آلمان اشغال رسمی خودش رو توی پاریس اعلام میکنه. کریستیان هم از ارتش برمیگرده به پاریس، بعد میره پیش خواهرش کالیان، ولی 1 سال بعد دوباره خواهرش رو تو کالیان رها میکنه و تو سال 1941 برمیگرده به پاریس. توی این داستان یه سری نقطه تقاطع‌ها هست با یه دیزاینر دیگه، کوکو شانل، که ویدیوشو ساختم، خیلی جالبه، لینکشو میذارم این بالا، حتما بریم ببینین اگه ندیدین. که اکثر طراحا، یعنی خیلیاشون از جمله همین کوکو شانل، توی جنگ جهانی دوم خیلی حرف و حدیث هستش که با آلمان ها همکاری کردن، ولی هیچ وقت راست و حسینی قضیه رو هیچ کس نیومد بگه که آقا
مثلا خود شخص کوکو شانل چی کارا کرده. ولی مثلا یه سری حرفا هم هستش که چون توی مثلا اعترافا گفتن، خب با خیال راحت آدم میتونه بگه که آره این اتفاق افتاده. ولی در همین حد ما میدونیم که خیلی از طراحا از جمله کوکو شانل همکاری کردن با آلمان ها. حالا جزئیاتش توی هر فیلم و سریالی یه ذره متفاوته، چون مثلا دقیقاً معلوم نیست، با مدارک رسمی معلوم نیست چی کار کردن. کریستیان 1941 وقتی برمیگرده پاریس، یکی از طراحای بازم خیلی معروف و بنام به اسم موسیو للونگ کریستیانو استخدام میکنه که باز هم اونجا با پیر بالمن همکار میشه. جفتشون از طراحای اصلی موسیو للونگ بودن. حالا موسیو للونگ داشت با آلمان ها همکاری میکرد. داستان چی بود؟ آلمان ها میخواستن که این پایتخت فشن که پاریسه رو منتقل کنن به برلین. موسیو للونگ هم میاد میگه که آقا نه، این چه کاریه میخواین بکنین؟ اصلا امکان نداره. اگه بخواین این کار بکنین حداقل باید 20,000 نفر رو از اینجا منتقل کنین اونجا تا بتونیم با همین کیفیت تولید کنیم. بعدش هم اگه فقط طراحای اصلی رو ببریم و بگیم مثلا خیاط و خدم و حشم رو از خود برلین وردارین، حداقل 10 سال طول میکشه تا بخوان آموزش ببینن تا برسن به یه حدی که با همین کیفیت لباس تولید کنن. پس نمیشه. آلمانا هم بیخیال شده بودن، گفتن حله همینجا، ولی شما باید واسه ما کار کنین. و اون موقع مثلا خود فرانسویا که مهمونی نمیخواستن برن که بخوان لباس دیزاین شده بپوشن. لباسایی که داشتن تولید میکردن واسه مثلا خانوما و دوست دخترای نازیا و آلمان‌ها بود، به اضافه همکارهای فرانسویشون. یعنی یه جورایی میتونیم بگیم همین جاسوسای فرانسوی. از طراحای دیگه‌ای که داشتن اون موقع با آلمان‌ها همکاری میکردن میتونیم ژان پاتو، جین لنوین و نینا ریچی رو نام ببریم. توی همون سال اول کاترین توی کالین بود و کلن زندگیش عوض میشه. میره شهر کن که یه دونه فروشگاه رادیو بخره. یه آقایی رو میبینه که عاشق و شیداش میشه یهو. اون آقا اسمش بود هاروه، متأهل بود و 3 تا هم بچه داشت. ولی انگار دو طرفه هم بود. اون مثلا هاروه هم خیلی عاشق و شیدای کاترین میشه یهو و اینا با هم دیگه وارد رابطه میشن. دوتاییشون میرن عضو یه سازمان اطلاعاتی میشن که مقاومت فرانسه تحت حمایت بریتانیا بود این سازمان، که یه دونه شاخه جدید باز کرده بودن که کامل تمرکزش روی همین اطلاعات بود به اسم فامیل یا F2. خیلی نوپا بود. 1 سال پیش با همکاری لهستان اینو ساخته بودن، این سازمانو ساخته بودن که خب حمایتش هم گفتم تحت حمایت بریتانیا بود. کاترین به طور رسمی از 1 ژانویه 1943 شروع به فعالیت میکنه. خیلی کار پر ریسکی بود، واقعا خطرناک بود. وظیفه کاترین حالا چی بود؟ این بود که حرکت سربازاشون و اینکه چه سلاحی دارن و اطلاعاتش رو جمع کنه و ببره بده. یه دونه دوچرخه داشت که با اون بعد اطلاعات رو روی نامه مینوشت و با پاکت نامه میرفت اینا رو میرسون به این ور اون ور. کاترین هم یه دختر 29 ساله، خیلی خوشگل و جذاب و صورتش خیلی کم سن‌تر نشون میده خودشو، و با اینکه مثلا یه دوچرخه داره و میره هی این ور اون ور، قشنگ میتونه توجه به خودش جلب کنه. کریستیان از فعالیت‌های کاترین هیچ خبری نداشت، اصلا نمیدونست که عضو یه سازمان شده و پای عقیده‌شون خیلی سفت و محکم وایساده بودن، به خاطر اینکه مثلا یه روز کاترین قرار بود که 4 تا پیام برسونه، 3 تا رو صبح، یه دونه رو بعد از ظهر. توی همون روز 8 نفر از مقاومت فرانسه رو دستگیر کرده بودن، شکنجهشون میدن و بعد در نهایت اعدام میکنن همشونو. یه مدت میگذره افسرهای ضد جاسوسی فرانسه نفوذ کرده بودن به F2 و دیگه اصلا نمیشد به کسی اعتماد کرد. همینجوری صدها آدم داشتن دستگیر میکردن. هر کی رو هم دستگیر میکردن به خاطر اینکه جا نداشتن، بعد از اینکه شکنجهشون میدادن اعدامشون میکردن. ماه جولای دیگه خیلی قضیه اوج میگیره و ماه خیلی بدی میشه. یکی از سردسته های گروهشون با نام مخفی بوراکو دستگیر میکنن، 4 روز شکنجهش میدن و بعد از 4 روز اعدامش میکنن و وسط خیابون میندازن بدنشو. 1 روز بعد از اینکه این آقا رو دستگیر میکنن، کاترین دستگیر میشه متاسفانه. فرانسه یه نیرویی داشت، یه نیروی ارتش لژیون خارجی
که عضوای غیر فرانسوی میگرفت که بعد از یه مدت فرانسوی‌ها رو هم میگرفت. حالا یه آقای آلمانی به اسم فردریک برگر عضو این گروه بود. با کاترین قرار میذاره و کاترین فکر میکنه که با یکی از اعضای مقاومت فرانسه قرار گذاشته که سر همون قرار دستگیرش میکنن و میبرن. این آقای برگر توی یکی از محله‌های ثروتمند پاریس یه دونه پایگاه واسه خودش زده بود که هر کیو دستگیر میکرد میبرد اونجا و شکنجه میداد. حالا اونجا افسراش به وحشی بودن معروف بودن. خود فرانسوی‌ها تخمین زده بودن که تازه آدمای چی میگن آموزش دیدهشون و اینکه مثلا آدمای سرسختشون و اینطوریشون توی تحت شکنجه اون آدما نهایت بتونن 24 ساعت دووم بیارن و کاترین یه دختر 29 ساله گیر اینا افتاده بود. انقدر آدم دستگیر کرده بودن که توی همون پایگاه آقای برگر آدم نمیتونستن جا بدن. برای همین آدمای قبلی که کاترین هم جزوشون بود و میفرستن به یه جای امن تا بدونن که تا بفهمن مثلا مقصد نهاییشون کجاست. تا اینکه تقریبا 20 روز بعد از دستگیریش میفرستنش به زندان فرن. 2-3 هفته بعد برگر با همه افرادش از فرانسه فرار میکنن، ولی قبل از اینکه فرار کنن 44 تا از کسایی که دستگیر کرده بودن رو اعدام میکنن و فکر کن همه این اخبار هی داره پخش میشه که مثلا اینجا آدم اعدام کردن، اینجا آدم کشتن و کریستیان نمیدونه اصلا خواهرش کجاست، جزء مرده هاست، جزء زنده هاست. خیلی ناراحت کننده است که دقیقاً 10 روز قبل از آزادی فرانسه کاترینو با قطار با 600 تا زن دیگه میفرستن به آلمان. این خبر به گوش کریستیان میرسه و وقتی میفهمه به هر دری میزنه که کاترین رو نجات بده. آخر سر میره سراغ سرکنسول سوئد که باهاش خب مثلا قبلا یه داد و ستدی با هم دیگه داشتن. میره ازش خواهش میکنه، اونم چون که قبلا با آلمان ها مذاکره کرده بود سر یه مسئله دیگه و متقاعدشون کرده بود که شهر رو تخریب نکنن. برای همین خیلی کریستیان امید داشت که این اتفاق بیفته. اون سرکنسول سوئد هم اتفاقا با آلمان ها هماهنگ میکنه که آقا یه آدمی هست، شما وقتی وارد فلان ایستگاه شدین قطار وایسه، کاترین پیاده شه، ببره یه تلفن بزنه، تاییدیه رو که گرفتن کریستیان میتونه کاترین رو با خودش ورداره ببره. این قراری بود که گذاشتن. کریستیان میرسه به ایستگاه قطار میاد ولی توی ایستگاه وای نمیسته و میره همونو. کاترین و اون 600 تا زن رو با قطار میفرستن به اردوگاه ریونزبروک. اونجا جاییه که سرشو میتراشن، معاینش میکنن و کدش رو روی دستش تتو میزنن. یه لباس هم بهشون میدن تنشون کنن که مال کاترین یه دونه مثلث سرخ برعکس بود که نشون میداد این زندانی سیاسیه. اردوگاه ریونزبروک مثل آشویتس معروف نیست ولی خیلی دقیقاً در همون حد وحشتناکه. طبق گفته مورخا اونجا مخصوص خانوما بود و اون موقع حدود 130,000 تا زن رو اونجا زندانی کرده بودن عملاً و خیلی جالبه که بدونین از این 130,000 نفر فقط 26,000 نفرشون یهودی بودن. بقیهشون یا همینجوری زندانی سیاسی بودن، دانشجو بودن یا یکی بود که با آرمانهای آریایی یا زنانگی نازیها خیلی تطابقی نداشت. واسه همین دستگیرشون کرده بودن آورده بودن. اون منطقه همش کارخونه بود و مجبور بودن تو کارخونه ها کار کنن. کاترین توی یکی از کارخونه ها قطعات هواپیما ساخت، توی یه جا مواد منفجره و همینطور توی معدن نمک هم کار کرد. هاینریش هیملر یکی از شخصیت‌هاییه که توی جنگ جهانی دوم خیلی پررنگه و همین جایی که کاترین بود دستور داده بود یه سری سلول خیلی خفه و تاریک درست کرده بودن که آدما بعد از اینکه کارشون تمام میشد حسابی شکنجه میدادن و شلاق میزدن و کتک میخوردن، میفرستادنشون توی این سلولای خیلی خفه و تاریک و کوچولو. همه مریض شدن، سل، اسهال خونی بیداد میکرد. از اون طرف آلمانا برمی داشتن لهستانیا رو به عنوان مثلا موش آزمایشگاهی یا خرگوش آزمایشگاهی روشون تست انجام دادن. نقص عضوشون میکردن ببینن حالا اینو اینجا پیوند بزنن چی میشه، که خیلی از لهستانیا یا مردن بعد از این اتفاقا
یا برای همیشه خب نقص عضو شدن، مثلا یارو دستش دوخته شده بود رو گوشش. کسایی هم که به کارشون نمی اومد و سعی می‌کردن بکشن، اینجوری بودن که خب نونخور اضافند، آدمای اضافی هم، پیرزنا و اون کسایی که مریض بودن، ضعیف بودن و میفرستادن مثلا یه اردوگاه دیگه. اتاقای گاز داشتن و روزانه تعداد خیلی زیادی آدمو اینطوری میکشتن. توی همین وسط‌ها سال 1945 کاترین و یه سری آدم دیگر رو توی سرما، لخت، بدون هیچی، بدون آب و غذا میشونن پشت یه کامیون تا منتقلش کنن یه جای دیگه. این بدبخت هم نمیدونست کجا داره میره که، ولی جایی که رفت خیلی بدتر از ریونزبروک بود. جایی که منتقل شده بودن اسمش مارکلبرگ بود. توی اونجا باید تو فضای باز در دمای زیر 0 درجه تو محیط بیرون کار میکردن و کاترین برای ماه‌ها اونجا مجبور شد که کار کنه تا اینکه شوروی حمله میکنه و اردوگاه ریونزبروک رو میگیره و کلا وقتی اونجا رو میگیره دیگه همه مشتقاتش و اردوگاهایی که بهش وصلن هم میرن تصاحب میکنن. از اون 130,000 نفری که فرستاده بودن اونجا در نهایت فقط 3,500 نفر مونده بودن میتونستن نجاتشون بدن. بعد شوروی خودش هم فکر نکن فرشته نجات بودا، دستور داشتن که اینا رو پیاده 115 کیلومتر راه ببرن و هر کسی که قصد فرار داشت و دستور شلیک داشتن، میتونستن تیر بزنن بهش. شوروی این آدما رو میبره به شهر درستن، امیدوارم درست بگم اسم شهر رو. خلاصه وقتی میرسن اونجا شهر ویران شده، تخریب کامل. دیگه حالا یه استراحتی میخوام بکنن تا دوباره حرکت کنن. کاترین این وسط میره توی خرابه ها پنهان میشه و فرار میکنه از گروه. دیگه یه هفته داره اونجا میچرخه و مواظبه که شوروی‌ها نبیننش تا اینکه سربازای آمریکایی پیداش میکنن. ورمیدارن میبرنش بیمارستان و 1 ماه توی بیمارستان میمونه. وقتی شوروی داره این فرانسوی‌ها رو میاره برمیگردونه، خب اعلام کرده بودن و یه لیست اسم درآورده بودن و فرستاده بودن. کریستیان هم اسم کاترین رو تو این لیست میبینه و میره موقعی که منتظر بشن تا اینا بیان بهشون خوش آمدگویی کنن، میبینه که نیست کاترین. بعد خب بهش میگن که ببین خیلیا توی راه میمیرن به خاطر اینکه انقدر حالشون بده، انقدر ضعیفن که اصلا دووم نمیارن، شاید توی مرده ها باشه. و بازم توی اونا نبود و کریستی اینجوری خب الان خواهر من چی شده، کجاست؟ از یه طرفی هم مطمئن بود که خواهرش برمیگرده. یادتونه گفتم خیلی خرافاتی بود و رمال داشت، توی تصمیماتش حتما با رمالش مشورت میکرد. اون خانم رمال بهش گفته بود که خواهر تو زنده برمیگرده، برای همین خیلی امید داشت. تقریبا 10 روز بعد به کریستیان خبر میرسه که خواهرت کاترین زنده است، داره میاد پیشتون و منتظرش باشین. توی پاریس هم به جز کریستیان، هاروم خیلی منتظر و مشتاق دیدار کاترین بود. وقتی اومد خیلی لاغر شده بود، اصلا غذای جامد نمیتونست بخوره و روحش انگار کامل رفته بود، اصلا انگار هیچی نداشت. آدمایی که آلزایمر میگیرن دیدیشون یهو چشمشون انگار اصلا هیچ روحی نداره، ولی خب بالاخره خوب میشه، خودشو پیدا میکنه، جون میگیره، سلامتشو به دست میاره دوباره و با هاروی رابطهشو ادامه میده. شروع میکنن با هم دیگه زندگی کردن و سعی میکنن به یه آرامش نسبی برسن. تو سال 52 توی دادگاه علیه برگر، همون کسی که اولین نفر دستگیرش میکنه و میبرتش پایگاه خودش و شکنجش میده، بر علیه اون شهادت میده، ولی محاکمه نمیشه به خاطر اینکه انگلیسا میگیرنش و تحویل آمریکایی‌ها میدن و دیگه حالا اونجا باش چیکار داشتن، میخواستن اطلاعات بگیرن یا چی، خدا میدونه. بعدها کاترین چندین تا مدال شجاعت و افتخار میگیره. با هاروی از پاریس میرن و فکر کنم توی همون گرانویل شروع میکنن زندگی کردن و کارکاسبی گل و گیاه رو دوباره راه میندازن، گل میکارن و صبح به صبح 4 صبح هر روز میرن بازار و گلاشون رو میفروشن. کاترین تا آخر عمر هاروی پیشش میمونه که میشه سال 1985 که هاروی از دنیا میره. خب برگردیم سر داستان کریستیان. کریستیان بعد از جنگ تا سال 1946 یه آقای خیلی پولدار و سرمایه‌گذار و تاجری میاد میگه که ببین تو بیا بشو طراح من. این آقا اسمش بود مارسل بوساک و هیچ هنری نداشت مثلا بین همون آدمای طراح فشن،
مثلا به عنوان یه آدم خیلی بازاری و تجارتی و اینجوری نگاش میکردن. اینجوری نبودن که بگن بوساک مثلا هنرمنده و فلان. یه پولداری بود که مثلا میتونست فقط سرمایه گذاری کنه. حالا به کریستیان اومد گفتش که ببین تو بیا بشو طراح من و با اسم من لباس طراحی کن. دیورم میگه نه، من دیگه واسه کسی لباس طراحی نمی‌کنم. لباس طراحی می‌کنم با اسم خودم میدم بیرون. اگه می‌خوای سرمایه گذاری کنی رو من سرمایه گذاری کن تا من بتونم خانه مد دیور رو تأسیس کنم. که همون سال با هم دیگه قرارداد می‌بندن، خانه مد دیور رو تأسیس می‌کنن و یک سال بعد کمتر تو سال 1947 کریستیان دیور اولین کالکشن خودش رو به اسم کرول ارائه میده. کلمه‌ای که انتخاب کرده بود برمیگرده توی لغتشناسی گیاهی که به اون تاج گل میگن یا اون حلقه‌ای که توی گل برگاست. این فشن شو با اینکه اولین فشن شو دیور حساب میشه ولی خیلی، یعنی میدونی خیلی من در نمیزنم میام تو با لگد، یه همچین حالتی اومد. به خاطر اینکه توی همون فشن شو ادیتور مجله هارپرز بازار که هنوز جزو پرفروش‌ترین مجله های دنیای فشنه اونجا بود و اون به این ظاهرها، به این استایلایی که درست کرده بودن میگه نیو لوک. که شما وقتی که همین نیو لوک رو سرچ میکنین یکی از کلید واژه هاییه که تو رو به دیور وصل میکنه. خیلی معروفه، خیلی مهم بود که یه همچین تعریفی بکنن که اتفاقا مثلا این موقع یکی مثل کوکو شانل اینجوری دعوای اینجوری داشت با دیور که مثلا تو داری چی کار میکنی، به خاطر اینکه لباسا یه ذره نگاه به دوره ادواردیان داشت، کمرهای باریک، دامنای پر و اینطوری بود که تو اصلا بدن زن رو نمیشناسی. تو به عنوان یه مرد نمیتونی واسه یه زن لباس طراحی کنی. من میخوام راحت کنم بدن زن و بعد تو داری مثلا دوباره کمرها رو تنگ میکنی و همه اون اعتقادات و تفکراتی که کوکو شانل نسبت به دیزاین داشت که همه اینا رو کامل توی خود ویدیو خودش واسهتون تعریف کردم. پیر کاردین که قطعاً روی اسمش رو هیچی ندیده باشین رو چمدونا دیدین. این آقام تا 3 سال برای دیور کار میکرد، جزو طراحای اصلیش بود که اتفاقا یکی از محبوب ترین و معروف ترین استایل ها و لباسایی که هنوز تو کالکشن 2024ش هم بری ببینی هنوز یه همچین ظاهری رو داره، یه همچین طرحی رو داره که کت دامن بار به اسم بار رو طراحی کرد که ترکوند. یعنی به عنوان یکی از شاخصه های دیور میتونی تو این کت دامن رو نشون بدی، به هر کی نشون بدی میفهمه این برند دیوره. این کاری که کریستیان کرد چون که بعد از جنگ خب همه نابودن، افسردگی بیداد میکنه، هیچ کس دیگه هیچ ذوقی واسه زندگی شاید نداشته باشه، ولی کریستیان با این کالکشنش دوباره پاریس رو کرد همون پایتخت فشن دنیا. اون میدونه قلب تپنده رو به جریان انداخت. همه آدمایی که یه اشتیاقی، یه شور و شوقی نسبت به فشن داشتن که با جنگ خوابیده بود، خاکستر ریخته شده بود روش، دوباره زنده شد. اون جریان و اون زندگی که فشن باید داشته باشه رو توی زندگی مردم ایجاد کرد. 1 سال بعد 1951 فرصت همکاری با سالوادور دالیو داره. با هم دیگه یه نمایشگاه میذارن که عکساشو میذارم، یه فایلش هم میذارم برای توی تلگرام میذارم یا توی همین کامنت های همینجا میذارم که برین ببینین. کلا کاتالوگ اون نمایشگاهه و همه کارا با توضیحاتش توی اونجا هست که یه تجربه خیلی فوق‌العاده واسه خود من بود. آخره همون سال 51 یک کتاب مینویسه به نام من طراح هستم. 1953 تازه خط تولید کفشش رو راه میندازه و رژ معروف قرمزش رو همون سال تولید میکنه. خیلی برام جالبه چیزایی که همون اول خیلی قرص و محکم، میدونی خیلی اینجوری لاتی اومد وسط، هنوزه که هنوزه جزو تاپ پاس و اینکه اینجوری نگهش داشتن و حالا یه ذره جلوترم میگم یه اتفاقی میفته و با این حال هنوزه که هنوزه انقدر خفن، اینجوری پرقدرت جزو برندهای لاکچری هنوز هست. واسه من خیلی عجیبه. یعنی
اصالتی که ساخته بود واسه من واقعا شگفت انگیزه. 1955 یه پسر 19 ساله میره و میشه دستیار دیور و این پسر 19 ساله الان انقدر خودش برند معروف و با ارزش خیلی بالایی داره که مثلا فکم افتاد. ایو سن لورنت که اسمش خیلی سخته بخوای با لهجه فرانسوی بگی و خواهش میکنم از من بپذیرین همینو. ببین کریستیان چقدر اعتماد داشت به ایو سن لورنت 19 ساله که همون سال 57 اینو جانشین خودش انتخاب میکنه و اینطوری که آقا من مردم این جای من و میگن سق سیاه. همون سال 57 بعد از اینکه جانشینش انتخاب میکنه میره ایتالیا واسه تفریح و موقعی که داشته پاسور بازی میکرده برای بار سوم سکته قلبی میکنه و این بار متاسفانه جا در جا فوت میکنه. کریستیان 10 سال بیشتر نتونست خودش برندشو داشته باشه. واسه همین میگم که با اینکه این اتفاق افتاد و خود کریستیان 10 سال بیشتر برنده نداشت، انقدر خود برنده حرف واسه گفتن داشت. نمیدونم چه جوری بگم، دارم زیاده روی میکنم، ولی چون واسه خودم خیلی چیز بزرگی بود، واسه خودم خیلی عجیب بود. آره خلاصه بیچاره تو 52 سالگی میمیره. از اون طرف خب جانشینش رو انتخاب کرده بود تا 3 سال بعد ایو سن لورنس جای دیور طراحی میکنه و 3 تا کالکشن هم میده تا 1960 که مارک بوهان میاد جاشو میگیره. اینو بهتون بگم راجع به عطر میس دیور. اسمش چجوری انتخاب شد؟ این عطر رو خود کریستیان دقیقاً فضا و بویی که باغ مامانش که پر گل رز بود اون بو رو میخواست داشته باشه که میشه عطر میس دیور. حالا موقعی که داشتن توی طوفان فکری بودن که ببینن اسم این عطر رو چی بذارن، توی جلسه یهو کاترین وارد اتاق میشه و یکی از همکارای کریستیان میگه والا میس دیور. اینو که میگه کریستیان اینجوریه که بیا اسم انتخاب شد میس دیور و اینجوری بود که مثلا یه ادای دینی هم به خواهرش کرده باشه. خلاصه بعد از اینکه کریستیان فوت میکنه، کاترین برمیگرده و شروع میکنه گلایی که قرار بود بشه میس دیور رو این پرورششون میده. رابطه برند دیور با خانواده سلطنتی هم خیلی خوب بود. پرنسس مارگاریت عاشق طراحی دیور بود که اتفاقاً یکی از لباسای به یاد موندنی و معروف دیور لباسی بود که برای تولد 21 سالگی مارگاریت طراحی کرده بودن. تا سال 1984 که بوساک ورشکسته میشه و برنارد آرنو میاد سهامشو میخره. این آقا که امیدوارم اسمشو درست گفته باشم، من هر برندی رو رفتم تتوشو در آوردم یه جای کار این شخص هست که یهو دیگه سر دیور اینجوری بودم که حاجی داستان چیه، تو مگه کی هستی؟ و اینجوری بودم که نکنه مثلا یه داستانی مثل جفری اپستین و اینا داشته باشه. واسه همین تصمیم گرفتم که سر فرصت واسه این شخص یه ویدیوی جداگونه بسازم، چون قبلترم توی ویدیوی لویی ویتون اگه اونم دیده باشین توی اونجا هم این آقا سر در میاره و اونجایی که برند LVMH رو میزنن اصلا این برند مال این شخصه. خلاصه یه منتظر یه ویدیو از ایشون هم باشین. سال 89 مارک بوهان با جیان فرانکو جابجا میشه و آقای فرانکو یکی از کیف‌های خیلی بازم معروف دیور رو طراحی میکنه که به نام لیدی دیور اسم میگیره که خود آقای فرانکو هم این کیفو به مناسبت یا میشه به بزرگداشت پرنسس دایانا طراحیش کرده. دیور همینجوری به مسیر خودش ادامه میده تا یهو همه رو شوکه میکنه، به خاطر اینکه طراحش رو یه طراح انگلیسی به اسم جان گالیانو میذاره و همه اینطوری بودن که دیور شرق، جان گالیانو غرب. اصلا طراحیاش به پرحاشیه بودن و خیلی بحث برانگیز بودن معروف بود این آدم. تا 2 نفر بعد که میگذره برای اولین بار در تاریخ طراحان دیور یک خانم ایتالیایی به نام ماریا گراتسیا چیریو به عنوان طراح دیور انتخاب میکنن که تا الان هم همین خانم ماریا طراح دیوره که خودم شخصا خیلی دوستش دارم. احساس میکنم خیلی طراحی‌ها رو برگردونده به اون دیور اصیل، یعنی اون طراحیایی که اگه خود کریستیان دیور بود چجوری طراحی میکرد داره طراحی میکنه. این از داستان تولد تا جایی که الان هست دیور رو براتون تعریف کردم.
حالا کاترین چی شد؟ خود کاترین هیچ وقت از عقایدی که نسبت به آلمان ها داشت دست نکشید. با اینکه پسر برادر بزرگش رفت قاطی اونا شد، اصلا یه زن آلمانی گرفت، خودشو نئونازی اعلام کرد. از این طرف هم کاترین اومد خیلی عمومی اعلام کرد که من با این شخص، با اینکه برادرزادمه، قطع ارتباطم، من دیگه نمیخوام اینا رو ببینم، چون که خب من عقایدم اینجوریه، ما اصلا با هم دیگه دشمنیم، دلیل نمیشه حالا هم خونیم بخوایم با هم دیگه باشیم. در نهایت هم خونه یه ویلایشون توی گرنویل رو اهدا میکنه به برند دیور و موزه دیور رو تأسیس میکنه که خیلی دوست دارم برم ببینم. عاشق رنگامیزی و اون طراحی داخلشم. و خود کاترین هم تو سال 2008 فوت میکنه. خب اینم از این ویدیو. مرسی که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. برند دیور یکی از مورد علاقه خودم بود و از پارسال فکر کنم من هی دوست داشتم دیور رو کار کنم، هی اینجوری بودم که نه هیچ چیز مثلا پرحاشیه‌ای نداره، داستان جالبی نداره که بخوام بگم، ولی وقتی رفتم سراغش رو سرچ کردم دیدم واه، خود حاشیه است، خود داستانه. خلاصه مرسی که نگاه کردین. ویدیوهای دیگر رو که تو صفحه میبینین هر کدوم دوست داشتین نگاه کنین. خودم هم برند شنل و لویی ویتون و کلا توی این پلیلیست فرشته و شیطان ها که راجع به صنعت فشنه رو این پایین براتون میذارم، توی دیسکریپشن هست. این بالا هم این بیلبیلک دایره علامت تعجب بزنین، هر ویدیویی که گذاشتم میتونین ببینین، مربوط به همین پلیلیسته. کانالمو سابسکرایب کنین. صفحه اینستاگرام و تلگرام هم میذارم، اونجا هم دوست داشتین منو دنبال کنین. دیگه بیشتر از این حرف نمیزنم. مرسی، خدافظ.